که عقل او را چی کنه؟ عقل اختلاف داره. عقلی که یک چیزی را خوب میگه، عقل او دیگر نفر او را بد میگه. عقل ملاک شده نمیتونه، بلکه دین است که بر ما میگه که این عمل خوب است، این بد است. و عبادات همه مرتبط با اخلاق. هدف ارسال پیامبران اتمام اخلاق است. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. الله متعال میگه که ما نفرستادیم تو را مگر رحمت برای عالمین. رحمت شد یعنی نمی فعل رحمی و مهربانی که اخلاقیات است. همچنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرماید در حدیث شریف انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. من صرف و صرف مبعوث شدم به خاطر اینکه مکارم اخلاق تمام کنم. پس به این اساس اخلاقیات یکی از اهداف بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است. با همه عبادات نظر عمیق کنیم در میابیم که همه ارتباط با اخلاق دارند. مثلا نماز، الله متعال در قرآن عظیم‌الشان می‌فرماید و اقم الصلاة ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر والله یعلم ما تصنعون. نماز اقامه کن بخاطر چی؟ عزت گفت این الصلاة تنهی، یعنی نماز واقعی که ادا میکنه او از انسان دور میداره، منع میکنه. پس اون نمازی که انسان از منکرات دور نکنه اون نماز نیست. این همون میاییم با زکات. در زکات الله متعال میفرماید خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزکیهم بها. یعنی بگی از اموالش صدقه و تا ایشان پاک شود از بخل و از محبت با دنیا و فراموشی آخرت، از این امراض پاک شود و نما شود. در مقابل این صدقه که میده زیادت است، یعنی ثواب زیاد میشه. چنانچه که پیامبر علیه السلام میگه ما نقص مال من صدقه، هیچگاه مال ناقص نمیشه از برای صدقه دادن، همیشه در اون برکت مفته. و صدقه معنوی تبسمک فی وجه اخیک صدقه، این لبخند در مقابل یک برادر مسلمان صدقه است. یعنی ببین همه عبادات ارتباط داره با اخلاق. اخلاق انسان تنظیم میکنه، اخلاق انسان نیکو میکنه، انسان از دروغگویی منع میکنه، از غیبت منع میکنه، از همه اون چیزهایی که در اون فساد است منع میکنه، به اون چیزهایی که نیکیست امر میکنه. شخص آمد نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه گفت که فلانی زن هم نمازخوان است، هم زکات میده و هم روزه میگیره، مگر همسایه‌اش ازش ناراض است، اذیت میبینه، گفت در جهنم است. و زن دیگه رتبت کرد که او در نماز سست است، یا نماز میخونه نوافل زیاد نمیخونه، با این ترتیب در صدقه ما بعد از زکات صدقه نفلی نمیده، دیگه او در جنت است، مگر بخاطر چی که همسایه‌اش ازش راضی است، نیکوکار است با همسایه. ببین اینمی اخلاق است، با همسایه نیکوکار کنی اجرش جنت است. حتی با حیوان انسان ببین با حیوان که ترحم داشتی جایگاه جنت است. یک زن پیشک محبوس کرده بود، نه به او طعام میداد و نه او را آزاد گذاشت که از خودش طعام پیدا کنه، به خاطر از او مستحق عذاب جهنم شد. و شخص دیگه تشنه شده بود در صحرا، در چاه پایین شد،
آب نوشید که بیرون برآمد یک سگ است، امو خاک نمناک به زبانش میلیستد. گفت به این امو تشنگی رسیده که به من رسیده بود. پایین شد در بوت خود، در کفش خود آب گرفت، به دندان گرفت، بالا کرد، پاتک داد، با سبب ازی مستحق جنت شد. یعنی با حیوان هم نیکی، اخلاق نیک، یعنی ترحم، عبادت شمرده میشه. عبادت بسیار معنای وسیع داره. همین که در قرآن میگه بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. یہ عبادت ہے. والذین هم عن اللغو معرضون. یہ اخلاق، یعنی هم همیش ارتباط داره با اخلاق. یعنی فلاح پرستگار است او کس مؤمنون، یعنی مؤمنان این چه کسان است که در نمازشان خشوع دارند و از چیزهای بیهوده روگردان هستند. چیزهای بیهوده که روگردان اخلاقی هم هست. در حدیث شریف دیگه آمده الایمان بدع و ستون شعبه او 70 شعبه افضلها قول لا اله الا الله و ادناها اماطة الاذى عن الطریق والحیاء شعبة من الایمان. ایمان 63 الی 69 و یا 73 الی 79 شعبه دارد که در قمه بلندترین شعبه از اون گفتن لا اله الا الله، یعنی گواهی میتونی به این که نیست معبود بر حق بجز الله. و گواهی همچنان این ایجاب میکنه که گواهی انسان بده به این که محمد صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خدا.